خوبی داشت. بچه فقیره برای اینکه بچه پول داره بهش غذا بده ادای هاپو در می آورد، اسمشو از قصد نمیگم. و هر بار که هاپ میکرد بچه پول داره یه تیکه غذا پرت میکرد جلوش. این آدم عاقل با بوس پیش خودش گفت که ای کاش این با غذایی که داشت میساخت کنار میومد که اینطوری تحقیر نشه. و یاد خاطرات خودم افتادم توی مشاغلی که بودم که توهین میکردن و احترام آدم رو نگه نمیداشتن. نه دعوایی کردم، نه نمیدونم داد و بیدادی، هیچی، فقط اونجا رو گذاشتم و آمدم. و خود من کسی نیستم که نفسم از جای گرم در بیاد. یه شعری هست که میگه چشم تنگ دنیا پرست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. توی قرآن هم میگه که آیا زمین خدا به اندازه کافی بزرگ نبود تا کوچ کنید؟